حالت چطوره؟ داستان از اونجایی شروع شد که همسر بنده علاقه بسیار زیادی به اردک داره و شدت علاقش به اردک انقدر زیاده که میتونه واقعا یه آدم بکشه. پس منم تصمیم گرفتم برای اولین بار براش اردک درست کنم. درست کردن اردک واقعا سخت و ریسکیه، چون اردک به خاطر طبعش یه مدلیه که بوی زخم زیادی داره و تو باید خیلی قلقشو داشته باشی که بوی بد نده. منم با پرسجو از دوستا، اهالی محله، آشناها، مادر شوهر، مامانم سری پوینت ها گرفتم که بتونم این اردک رو خیلی خوب درش بیارم. پس برو بریم تو کارش. اول دستکش. اردک پاک شده که بهم میگفت اگه اردک رو قبل از اینکه بخوای درست کنی بذار توی قابلمه بزرگ و بجوشونیش و آبشو بریزی، بوش از بین میره. ادویه هایی که تو این آب میزنم زردچوبه، هر چقدر که دلم خواست. no. فلفل سیاه، اونم همین. نمک ولی کم. بره رو گاز. خب این یه بار جوشیده قشنگ آبشو خالی کردم و حالا وقت اینه که با ادویه قشنگ طعمدارش کنم. نمک، امیدوارم خیلی نشه. فلفل سیاه، زردچوبه، پودر سیر. حالا خوب ماساژش میدیم. همون ادویه‌ای که برای روش استفاده کردم همونا رو کف دستم میریزم. اوپس that's a lot. برای توی شکمش. اینجا صحنه دارکیه برای من. حالا بره توی ایر فرایر برای سرخ شدن کامل. بره سرخ شه. برای درست کردن ساسج له میکنید. حالا من دارم با میکسر این کار میکنم. بره میکس شه. بره تو روغن سرخ شه. ادویه هایی هم که به پیاز زدم: نمک، فلفل سیاه، زردچوبه، پودر سیر. پیازمون که کاراملی شد بهش آلوی جنگلی 2 قاشق ربع آلوچه و یه مقدار حالا زیادی، من چون الان یخش باز نشده یکم ریختم، یه مقدار زیادی مثلا تقریبا 2 تا 3 تا از این قاشقا اناردون ترش میریزید. 2 قاشق هم قوام نارنج. اناردون هم این مقدار کافیه. رنگ تر شدنش یه قاشق حالا سرخالی تقریبا ربع گوجه. دیدی چه خوش رنگ شد؟ چی شده؟ چه کریسپی شده. حالا وقت مواد گذاریه. این موادی که درست کردیم میریزیم تو شکمش. اول این اگه واقعا یه چیز خوبی در بیاد کارم خیلی درسته. قابلمه همون روغن اردک، خود اردک، همون مواد رو روش هم میریزیم. با اینقدر آب بره رو شعله کن بپزه. از این نامه هست میشه من روز درست کنیم.